سلام به بچهای گل، حالتون چطوره؟ بچه میخوایم مثلا خب میری تو تنظیمات و اینا برای گوشی سامسونگ. خب مثلا ما میخوایم رمزمون رو گوشیمون بی‌رمز کنیم. خب یه لحظه اینا که مثلا بالا نمیاد. خب میریم صفحه قفل. خب اینو میزنی، مثلا میخوای گوشی رو بدون رمز کنی. خب من اینو میزنم، اول به گوشی من میزنم. خب میزنم 1 1 1. خب 4 تا 1 زدم. خب اینو میزنیم 1 1 1. 4 تا رو زدم. خب 4 تا رو زدم. حالا رمز گذاشتم. میگه که مثلا میخواد پیام واسهتون بیاد بالای گوشتون بیاد یا وسط گوشتون بیاد. من زدم نمادها رو که زدید. خب بعد اینو میزنیم. خب میایم بیرون، یک داخل میریم، دوباره 4 تا رمزی که زدیم دوباره میزنیم. هیچ کدام که زدیم گوشیمون بدون رمز میشه. بچه‌ها خیلی خوبه اینجوری. این واسه گوشی سامسونگ بود، من الان توضیح دادم واسهتون. خدا نگهدار. چنل یوتیوبم دنبال کنید.